گلکسی S24 اولترا گوشیی که تغییراتی نسبت به S23 اولترا داشته. اولیش اینه که صفحه نمایشش دیگه خمیدگی نداره و یه پنل فوق‌العاده داینامیک LTPO AMOLED تویکس با روشنایی 2600 نیت که حدود 850 نیت از S23 اولترا بیشتره. حاشیه صفحه هم 1.5% از S23 اولترا بیشتر شده و 11.5%. S24 اولترا با چیپست اسنپ دراگون 8 نسل 3 به بازار میاد و مثل S23 اولترا یه حافظه UFS ورژن 4 داره. فریم از تیتانیوم شده و دیگه آلومینیومی نیست، اما در کمال تعجب وزن گوشی تفاوتی با S23 اولترا نداشته. 3 دوربین اصلی، تلفوتو و اولترا واید دقیقاً همون سنسورهای سال گذشته S23 اولترا هستن، اما دوربین تلفوتو پریسکوپی 50 مگاپیکسلی شده با زوم 5 برابر. سامسونگ میگه که این گوشی به ویژگی‌های جذابی از هوش مصنوعی مجهز شده و سعی میکنه توی تبلیغاتش بزرگترین تغییر رو هم همین ویژگی هوش مصنوعی اعلام کنه. اما این تغییرات اصلا قابل قبوله؟ نظر شما چیه؟ حتما نظرتون رو کامنت کنید تا ویدیویی دیگه. خداحافظ همگی.